سلام به پروانه به شعر پاک فرزانه سلام گوید به شوق و مهر سلام گوینده رخشانه سلام و درود سرشار از مهر و محبت و صمیمیت به اندازه ما نثار یکایک شما بود. تماشابینان عزیز و ارجمند و گرامی قدر تلویزیون سیما و هواداران برنامه دوست داشته خردترکان یعنی برنامه مهرنامه، اینک پیشنهاد شما گرده ایستاده است ثبت نوبتی برنامه مهرنامه و با شما هستم چون هر وقته راوی برنامه رخشانه ناروه. امروز ما با همراهی کارگردان اسماعیل جان خالف و من راوی برنامه رخشانه ناروه به مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 8 شهر پنجکین به نام نوروز تشریف آوردیم و بیایید یک جایه از مهارت و ملکه شعردانی و شعرخوانی تربیت گیرندگان این کودکستان است یعنی کودکستان نوروز آگاهی می‌یابیم. ما رو همراهی نمایید. تاجیکستان جان و جانانم توی کشوری پرفیض و احسانم توی جشن وحدت داری ای وطن یک نشان از آلیسانم توی پنجکه این شهری من شهری عزیز و دلبر در بری تو من داریم همیشه هستم خوشم. پنجکه این شهری من شهری عزیز و دلبر در بری تو من داریم همیشه هستم خوشم. السلام ای مهمانان، نامی من فرشته ما، نسبم حکیمی، حالا 6 ساله هستم لیکن دانه و چقان از رقص زیبایی من همه گردد حیران. افسانه ها میدانم رحمت با آمرزگاران غمخوار مهربانان مدیرم کودکستان خرسند و مهربانان از رئیسی شهرمان صاحبانی سلیما امام علی رحمان خیر مقدمگه ام شما را از دل و جان چون باغچه ما نوروز باشه دایم شکوفان. ای حاضرانی محفل، ای همگان السلام، ای گل سر و چمن بلبلکان السلام. از نسب و نامی من پرسید اگر بگویم شادی زاده شاهانه با شما رو برایم کودکستانی نوروز ما را گرفته در بر مربی قربانای دلجه مانندی مادر و دستی ما بدادن خامه کتاب و دفتر در کودکستان داریم بازی های شوق‌آور مجری باغچه ما همراه قل صدبر برای ما مهربان باغچه را کرد آباد. باغچه ما یگانه نمونه در زمانه حولی سبز خورم بینایش آشانه هرچی خوش زبان است بر همه مهربان است آقا شگرمی مادر راحت بخش جان است. صبح صادق ما را با چهره کشادش قبول کند به باغچه مربی مثل آیچه بحر خوشحالی ما بازی ها گذراند برای تعلیم ما سوال می آموزاند. نامت حلال بادا ای پیشوای ملت زینگر که سروری تو ملت ندید علت خود بشود ترانده خدمت به خلق بردید هر یک بر انسان بخت به نزدیک مرده. وطن جان برای من تن و جان چون پدر چون مادر منو گرفته در بر اکتب کتاب داری دانش آزاداری آبادی مبارک آزادیت مبارک. ما نبرد که ما خود هسته بینه مهمانا کتاب هسته مهمانای ما ایلو جانی ما کتاب خونده شوه ما دانا با قهرمانا افتخار داریم با مهر افسون نامش خانه سردینه عینی بابا جان غفروف
امامعلی رهبر، مرداد امزاده، شیرینشاه شاه تیمور، رستطلای مخصوص. تاجیکستان دیستی پیروژوان همدستانی کردگان با این سروری عادق پاینده تاجیکستان با یک قدم گذارم با فردای درخشان. نام دارم تاجیکستان، امیدی افتخارم تاجیکستان، براغشتی شاد و فرامند یا ارجو بهارم تاجیکستان، بده آورده دارم تاجیکستان. وطن چون آفتاب بر سری ماست، وطن هم نام و خان و هم در ماست، وطن هم افتخاری هستی ماست، وطن هم موری چشم مادری ماست. Свою люблю, маме помогаю, брата детский захожу, дома с ним играю. خواهی که دانا شوی، شخصی توانا شوی، گیر مرا من کتاب حکمت ما به حساب، گیر ز دستان ما گشته برگشته ما، لیک فقط زینها تازه مرا نگه دار. وطنم تربیه بسیار نمود، فرزندی به خود نیک وفادار نمود، دروازه اخبار برایم یک شد، من خدمت اختاب ویجان مرا، مادر خوشبخت تاجی بحر ملت پیشوا، وعده مادرش کرد پیشوا فضل خدادا، کس به انسان مادر آره میشود و شاد باشه، صاحبی فصل سبجه، صاحبی اخبار داد، رودکی را هم بگیتی مادری تاجی کشینه لایق و بازار داد، مادری من همه راز با عدد امید، اما تا که باشه ملت بارد از من تاجیکستان، شکر از دلسر در حقیقت آن به نظیر، در تاجه ها موقعی باقی تاجه هامون نمیری. ای بلبلکانی باغدانی شادانه ترانه ها مبارک، باز آمده از فصل خانی تحسین نوش مبارک، باغ نگرد آوری گم کرده است، یا امیدی سروری گم کرده است، زهبادان شیر مادر برکسه که زبانی مادری گم کرده است. قلعه امنیت کشوری ماست، دارد حلق در و توانا، مادرم ای مادری زحمت کشم، مونیسی در بین آب و آتشم، با غم فرزند شد عمرت خزان، زندگی این خیش بخشیدی با خود نخوابیدی خواباندی مرا، خود نپاشیدی پشاندی مرا، تا خالی باغ دو قامت کشد، پس مثل برف باید سبزه، دیده داغ فرزندان خود، باغا آتش دادی بر جان خود، زین سبب خوش و خیال افزای من، آرزو از سر دیدن روی من. صدت ریحان دو نفس افسن، نرگس و بابا تکانه ای من، ما فهتگانه تکانه ای جان، همه ای موگو گلی بهاران، بینید اگر من یک جا نشسته یا یک تمانا همه گل دسته. می برارد غم وطن آدم را می کند آدم، بال بدی کس وطن می باشد، سخت و بدی کس وطن می
زیبایی کاشتم کارگران از وی حاصلش درمان جانش شفاد واسه زلفان دانش به درد جگر و هم زرگتان روح و وحدت جاویدان آید همه در دیاری تاجیکان آید همه واریثی اسماعیلی سامانیه این حقیقت در زبان آید همه تاجیکستان زنده باد جاویدان نور چشمانم چو جان آید همه در فضای تو که بهترهای تو سیله سیله پرفشان آید همه بحر تبریکی عزیزانی وطن خانه خانه مهمان آید همه تاجیکستان چشمه های آبشاران افشاست زیب دنیا هستی تو این موگی دوران افشاست کودکی من همه بگذشت در آغوش تو تاجیکستان هم بهاری لازم افشاست یک دیار داشت مثلش ندارد کسی آب و خاک و پشته ها و کوه ها حسنی زیبا افشاست ای دیارم تاجیکستان ای صفای روزگار جان و دل فدایی یک مدعای مادر فتو کشایش آورد دستی دعای مادر بشنی گر صدایم دنیای سخت جشان انگیزه شاید از الله های مادر امام علی رحمان ما اسماعیلی دوران ما امل دشمن کرده تو این قلب من اینجای ما همگین و هم ایمان ما مایان تمنایت کنه باشی سلامت دایما ای گوهری یکتای ما ای شاهد همتای ما ای اختری آی مکا ای اختری گیای ما مثل ندیدم بر جان بخشی به ملت جسم جا ملکی پریشان جمع شد کشور رها از دشمنان از این خدا یاریت باد از غم نگهداریت باد بحر همه سازنده قرآن مددگاریت باد امام علی رحمان سرور تاجیکستان دلسوزی رو جوان هم داشتانی کردکان با این سرور پاینده تاجیکستان با قدم گذاره با فردایی درخشان مادری خوشبختی تاجیک وقتی می‌گوید پیشوا زاد با دعای مادرش کشت پیشوا مردی خداداد کس به انسان مادر آره می‌سزد خوشعار باشد صاحبی تخصیص مرجع تاجیک اقبال باشد وطن چون آفتاب بر سر ما وطن هم نان و خان و هم در ماست وطن هم افتخار هستی ماست وطن هم نور چشم مادری ماست حاضران مفتی ای همگان السلام ای گل سر چمن بلبلکم السلام از دست و نام من پسر دگر بگویم شادی زاده مرجانه باشمار برایم باران باران میبارد قدره قدره میشورد باران باران ما خوستن سبزه ها شود بلند تاجیکستان جان و جانانم تی کشوری پرویس استانم تی جسای زیبا داری ای وطن یک دشا از آلی سامانم تی مادر جان در جان هر جا مادر جان باشد سر مشکی آسان باشد خرید شک سبزی کنید
کادوی تو بادا بادید سبزی یکاش گلا شد چیله خانهش روان شد زیبا وطنی مایی باغ جلارایی کوزه رو توانایی مشهور به دنیایی فرزندی جان باش بر وطنی خویش هم پاسبان باش بر وطنی خویش سلام مهمانان مهربان خوش آمدید نگاهیم همه ما از لوجو تاجیکستان جای ما گنجینه بباف سیزولا شد یوزوفت دار از الینگ بوفت بابا را میشین آزد ماما را میشین آزد نگاه کند به کتاب هر جانی زوره دیبا مادر زورود خواند سرش دا چومون دیده گوید اخو اوخو جاجه کشید منگو دستش را دراز کنه مانندی برکی خود سعید و دستی بگه اغا بشغیج از سر لایی بیستری نرمر گر بچه هایی گرمه که خواسته که نخواسته میشه بچه براسته دیگر نبین دیگریو شده از مردی کنو بهار آمد گوی سبز قطار آمد و دختا وقتی کار آمد بهای آزار آمد مادکنا افتخار ای وطن وطن جا آتاز تا بختر ای وطن وطن جا مادر جان دلی من مادر تاج سری من دنیا تا شنگ و زیباست هستی بری ماست خدا گیش خدا جان مرا دادی مادر جان همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان بس جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز و مهربانی من خاک پایت مادری جان دورگرانی شیرین بیانی خوشتر ویجانی زبان تاجیک سو جاودان اسمان نسا بس کودکان امام علی رحمان سرور تاجیکستان دلسوز و پیر و جوان هم دستان کودکان با این سرور ملت پاینده تاجیکستان به قدم گذارم به فردای درخشان وطن جان بالای ما تن و جان چون پدر و چون مادر ما را گرفته در بر یعنی بادر عبادیان مباد پرچم تاجیکستان سیران کرده در دره آن شکفته گلهای هفت اختر سرخی بود نشان بر آن ز جان نثاری رنگ سفید رمز است ز اقبال و بختیاری وحدت ما نشان صلح جهان ما جهان صلح ای زی ملت یک شد ملت قهرمان صلح سال جاودان اسمان شاه فخر کودکان مادر جان مهری مادر جان در جان هر جا مادر جان باشد هر مشکل آسان باشد این همه پیروزی مردم از وحدت
دولت پاینده و پیمانمان از وحدت است. در بامن تا چونه براشان تو میتوند با شکری و طاقت. پرچم تاجیکستان سه رنگ کرده در برداره آن گفته گلهای هفت اخته. مادر چه خوش زبان است بی همه مهربان است. آقا چه دی میانه یا خدبش جانه. مادر کمی نبیند درد و غم نبیند بگذار تا نشیند درد به موی مادر. صلح جاویدان آسمان صاف بحر کودکان. کلمه‌ای بهترین سخنی به دل کریم هر حرمت و عزت این السلام علیکم. شکر آبادی این ملت میکنیم، شکر صلح و شکر وحدت میکنیم. کوه وطنم بوی گل تر دارد، هر سنگ وطن ضیای مادر دارد. شکرانه کنیم که تاجیکستان عزیز مانند جناب عالی سرور دارد. با همین برنامه امروزه مهرنامه ما به انجام میرسد. اگر توانسته باشیم با پیشنهاد نمودن این برنامه دلارا برای شما ذره هم باشد خاطر شما را شاد نموده باشیم، خود را به نهایت خوشبخت احساس می نماییم. و بار دیگر خاطر رسان می نماییم که امروز قرار داشتیم در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 8 شهر پنجکند به نام نوروز. و آیا شما نیز خواهش اشتراک ورزیدن در برنامه ما را دارید؟ پس می توانید به سراغ ما شهر پنجکند، خیابان رودکی، بینای به نام لایق شیرالی، آشیانه سیوم، تلویزیون سیما مراجعت نمایید. و یا اینکه به رقم هایی که عین زمان در زیر اکران های شما نمودار می‌گردند در ارتباط باشید. تا برنامه های من بعده ما را انتظار باشید.